إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن رفض وصب وشتم. اللهم عليك بالرافضة الصبابين الشتامين بقيادة خامنئي وعوانه وأنصاره، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خالق عزوجل، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها روزی دهنده و تنها روزی گیرنده، تنها زنده کننده و تنها میراننده. در ملک و ملکوتش یکتاست، صمد و بینیاز است، هیچ شریک و انبازی نمیپذیرد، نه امامی، نه پیغمبری، نه فرشته‌ای، نه انسی، نه جنی شریک قدرت او نیست. برای چنین دعوت روشن و واضحی پیغمبران فرستاده که درود خداوند بر آن پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و تاجدارشان و امام و رهبر و پیشوایشان و پیشنمازشون در آسمان چهارم، و درود خداوند بر او باد که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی وحی و توحید و رسالت را به ما رسوند، و درود خداوند بر نسب پاک او، بر عطرت طاهره او، بر همسران پاک دامن او، مادران مؤمنان، نه مادران بی تربیتان و سبابان و شتامانی که در حوزهای شرکی و در تکیه خونه ها و در روزخانی ها و در بقیه عبادتگاه های ابلیس تربیت شده اند. مادران مؤمنان و صالحان و نیکان و پاکان و موحدان. و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که در ظرف 20 سال اونها را تربیت کرد، از قعر جاهلیت دستشون را گرفت و به قله و عظمت انسانیت رسید که دنیا نظیر اونها را به خود ندیده است و نخواهد دید. به پیامش چنگ زدند، به احکام کتابش عمل کردند و چنان در این راه جانفشانی کردند که خداوند از عرش اعلای خود اونها را تزکیه نمود و به همه مؤمنان از اهل بیت و غیر اهل بیت دستور داد که دین محمد را از شاگردان محمد فراگیرند و به نیکویی
از اونها پیروی کنند، نه مثل رافضیان سباب و شتام و ملعون به بدی از اونها بدگویی کنند. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و مسرف برخیش قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند رسیدیم به اولین آیه مبارکه از سوره شریفه ابراهیم علیه ولا نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سرآغاز گفتار نام خداست. چرا نام خداست؟ چرا نام علی نیست؟ چرا نام دیگران نیست؟ برای که صفاتی را که خدا داره دیگران ندارند، که رحمتگر و مهربان خلق راست. الف لام را هست آغاز کار، که رمزی است از جانب کردگار. کتابی است قرآن که یکتا خدا فرستاد سوی تو ای مصطفی، که تا مردمان را به امر غفور ز ظلمات بیرون بری سوی نور. تو را رهنمای خلایق گزید به راه خدای عزیز و حمید. الف لام را كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را حروف مقطعه قابل ترجمه نیست. به نام خدای کامل الذات و صفات که رحمان و رحیم است. این قرآن کتابی است که بر تو نازل کردیم، از آسمان از بالا نازل کردیم، خواب رویا نیست. تا چکار بکنید؟ تا مردم رو به اراده پروردگارشون از تاریکی خارج کنی و به طرف نور ببری، به طرف راه خدای شکست ناپذیر و عزیز و حمید و ستوده. مقصود از ظلمت ها تاریکی های کفر، تاریکی های شرک، تاریکی های خرافات، تاریکی های سینه زنیه، ظلمت های امامت و امثال امامت و اسمت و ولایت و بقیه ظلمت هایی است که امت های پیشین با این ظلمت ها و شبیه این ظلمت ها راه انبیا را آغشته کرده اند. دعوت توحیدی موسی را به یهودیت مبدل کرده اند. دعوت توحیدی و اسلامی عیسی را به عیسی پرستی مبدل کرده اند. همونها و شاگردانشون لباس اسلام پوشیدند و در لباس تشیع همین بازی را بر سر اسلام در آوردند. پس مقصود از ظلمت های کفر، شرک، خرافات. مقصود از نور
توحید یکتاشناسی است، یکتاپرستی است، راه راست، هدایت، سعادت. ولذا در عطف بیان نور می‌فرماید که الی صراط العزیز الحمید. ظلمات و جمع آورده لیکن نور و مفرد، بلکه راه های باطل متعدده اما راه حق یکیست. بین دو نقطه جز یک خط مستقیم نمیگذره، میلیون خط کج میواج میگذره. راه های باطل زیاده. ولایت فقیهی که از اونهاست، امامتی که از اونهاست، 4 امامی، 7 امامی، 8 امامی، 10 امامی، 12 امامی، 12 خدایی، 14 خدایی، همه این راه های باطل. اما راه حق یکیه، نوره. چرا؟ بلکه راه خدای عزیز و حمیده، خدایی که قابل ستودنه، خدایی که عزیز و قادر بر هر چیز، کارهاش همه ستودنی است، هیچ کارش قبیح نیست، ولذا ستوده، حمیده. به اذن ربهم دلالت به این داره که خداوند از مردم اراده توحید کرده، اراده ایمان کرده و از مکلفین ایمان خواسته، اونم به خاطر سعادت خودشون. انسان در بین ظلمت و نور قرار داره. در این آیه مبارکه یک مرکز ثقل وجود داره، یک محور وجود داره، ظلمت ها و نور. خداوند سبحانه و تعالی از هدایت، از توحید، از یکتاپرستی، از رسالت به نور یاد میکنه و از گمراهی، از بددینی، از بیدینی، از الحاد، از قبر پرستی، از امام پرستی، از پیغمبر پرستی، از هر چی که اسمشو ضلالت میذاریم به نام ظلمت یاد میکنه. ناباور، مشرک، بدباور، قبر پرست، بددین، همه اینها در ظلمت ها غرقند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خداوند دوست کیه؟ دوست امام تراشانه؟ قطعا نه. دوست پیغمبر پرستانه؟ قطعا نه. دوست بیدینانه؟ قطعا نه. دوست مؤمنانه. چرا؟ چون مؤمنان راستین، موحدان، با شهادتین با او قرارداد بستند، قرارداد ایمانی باش امضا کرده‌اند، با او بیعت کرده‌اند، ولذا دوستشونه. الله ولی الذین آمنوا، اونها که ایمان آوردند، ایمان توحیدی، ایمان درست، نه بد ایمانی، ولی همه دنیا ایمان دارن. ایمانی که قرآن میخواد، ایمانی که همه پیغمبران خواستن، که اسمش امروز توحیده. امروز که نه، همیشه توحیدی بوده. امروز اسمشو دشمنان وهابیت گذاشتن. الله ولی الذین آمنوا، خداوند دوست کسانی است که ایمان آوردن. چیکار میکنه باشون؟ خداوند با دوستانشون چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت ها، از تاریکی ها، از خرافه ها، از بتکده ها، از میکده ها، از خرافات کده ها، از زنجیر زنی ها، از سینه زنی ها، از برگرد قبرها لول خوردن ها، از همه بدعت ها خارجشون میکنه. الی النور، سوی نور میبردشون به وسیله این کتاب، به وسیله رسالت. فرض کنیم شخصی بره بازار برای خرید فروش، مادامی که خداشناس نباشه، مادامی که احکام خدا رو ندونه، در ظلمت هاست. گمان غالب بر اینه که چون احکام خدا رو نمیشناسه،
مال از راه حرام کسب میکنه و گمان غالب بر اینه که به نحوی از آنها دنبال مصالح شخصی شه و بر دیگران به نحوی از آنها ظلم میکنه. اما اگر مؤمن راستین باشه، اگر موحد باشه، اگر خداشناس به معنای راستیش باشه، اگر اهل هدایت باشه، اگر پیرو قرآن و سنت پیامبر باشه، او در نور قرار داره، در روشنی قرار داره، مالش رو از راه حلال کسب میکنه و در راه حلال مصرف میکنه. ولذا در حدیثی از امام طبرانی علیه الرحمه در معجم الاوسط از سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل میکنه که یا سعد اطب مطعمک تكون مستجاب الدعوه او تستجاب دعوتك. ای سعد، ای خال رسول الله، ای همون کسی که رافضیان کوردل از او مثل بقیه اصحاب پیغمبر چه کارتون های شخصیتی درست کردند که بهشون اهانت نکردند. یا سعد اطب مطعمک، مطعمتو حلال کن، غذاتو حلال کن، رزقتو حلال کن، مستجاب الدعوه میشید. حضور جلسات علم، حضور برنامه های توحیدی، شناخت دین، شناخت خداوند، شناخت مسیر، از کجا آمدیم، اینجا چکار میکنیم، به کجا میریم، به این خاطر نیست که معلومات خود اضافه کنیم، بلکه اینها همه فرض بر هر مسلمانی، واجب بر هر مسلمانی به خاطر سلامتی خودش، فرض به خاطر سعادت خودش، فرض به خاطر که بهشت بره. بلکه جاهل با عالم یکی نیست، خرافی با موحد یکی نیست، مشرک با موحد یکی نیست، قبر پرست با خدا پرست یکی نیست، اهل بدعت با اهل سنت و قرآن یکی نیست. ولذا قرآن میفرماید در سوره زمر آیه 9 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بگو آیا کسانی که میدانند مثل کسانی هستند که نمیدانند؟ یعنی نه. در سوره سجده میفرماید افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا کسی که مؤمن باشه مثل کسی که فاسقه، اینا برابر نیستند. فاسق باشه تا چه رسه که مشرک باشه، تا چه رسه که به قبر پرست باشه، تا چه رسه که به امام پرست باشه، تا چه رسد به این که 12 امامی و 14 معصومی و 14 خدایی باشه، همچنان که از خمینی ملعون تا کلینی ملعون این چنین بخورده مردم دادن. به عنوان مثال شخصی که ازدواج میکنه لیکن خدا را به معنای درستش نمیشناسه، ممکنه به دست خودش خونش رو خراب کنه و نمیدونه، برای اینکه جاهله، نمیدونه با همسرش چطوری رفتار کنه، در ظلمت هاست، در یک ساعتی که عصبانیه قسم طلاق میخوره، 100 بار قسم میخوره، احکام خدا را بلد نیست، ممکنه در بعضی اشیا تساهل به خرج بده، اختلاط زن مرد پیش بیاد، دوستی غیر شرعی پیش بیاد، خیانت پیش بیاد. همه اینها به خاطری که ظلمت ها درش قوتور هستند. همسری که از خداوند دور باشه در ظلمت ها قرار داره، تاجری که از خداوند دور باشه در ظلمت ها قرار داره، انسانی که مرتبط با قبر و مرده ها و پیرها و پاتال ها باشه از خداوند دوره. و قصه هذا بر این منوال قیاس کن. لیکن وظیفه انبیا چیست؟
وظیفه عالمان راستین که وارثان انبیا هستند چیست؟ خارج کردن مردم از ظلمت ها به سوی نور، از خرافات به سوی نور توحید، از پیرپرستی و قبرپرستی و طریق دادن بدعی و تصور شیخ شرکی و سینه زدن و زنجیر زدن و آنچه را که امروز به نام تصوف و عرفان و تشیع میشناسیم، از اینها خارج کردن و سوی نور و قرآن و توحید بردن و راهنمایی کردن. وظیفه انبیا اینه. گویا که در این آیه مبارکه خداوند وظیفه انبیا رو مشخص میکنه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم را خارج کنید، بیرون بیارید از ظلمت ها به سوی نور. این وظیفه پیامبر اکرم علیه السلامه. عالمان راستین وظیفهشون اینه. وظیفهشون سیاست بازی نیست که 40 سال مردم را، 43 سال سیاه مردم را به سوی جهنم سوق بدهند، به سوی ظلم و ستمگری خامنه‌ای و خمینی سوق بدهند. ضلالت و گمراهی ظلمته، هدایت نوره. جهل ظلمته، علم نوره. معصیت ظلمت و تاریکیه، طاعت نوره. انقطاع از خداوند، ارتباط لحظه به لحظه نداشتن یا حداقل 5 وقت در روز در خلال نماز ارتباط با خدا نداشتن ظلمت محضه. ارتباط با خداوند نوره. این وظیفه انبیاست و این وظیفه وارثان انبیاست و این وظیفه دعوتگران صادق و راستینه بعد از پیغمبر. ائمه وظیفهشون چیه؟ ائمه که دجالانی چون خمینی تا کلینی تراشیدند خدا شدنه؟ فرمانده هستی بشن؟ آیا وظیفه ائمه پیامبر خدا شدنه یا پیروی از پیامبر اکرمه؟ مثل هر دعوتگر راستینی. پیامبر میفرماد که اگر عیسی و موسی می بودند جز بیعت با من راه دیگری نداشتند. تا چه رسه به ائمه، تا چه رسه به دیگران. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. همچنان در سوره یوسف علیه و نبینا السلام جزئی از آیه 108 میخونیم. بگو ای پیامبر این راه منه. من چیکار میکنم؟ مردم را به امامت دعوت میکنم، به 14 امامی و 14 خدایی دعوت میکنم، به عیسی پرستی دعوت میکنم، به عزیر پرستی دعوت میکنم، به شکم پرستی دعوت میکنم، علیاذ بالله به شهوت پرستی دعوت میکنم؟ هرگز. قرآن مثل آفتاب روشنه. قل هذه سبیلی ادعو الی الله. بگو راه من اینه، من به سوی خدا دعوت میکنم. اون هم چطور؟ علی بصیره، با بصیرت و با روشنی. من و پیروان من. هر کسی که مردم را به سوی خدا دعوت کند از راه قرآن و سنت، اون وارث پیغمبره. نفرمود که من شفا میدم، نفرمود که من وظیفه‌ام ولایت تکوینی داشتن، آسمان رو پف کنم باد میبردش، همچنان که دجالانی چون خمینی تا کلینی ادعا میکنن. وظیفه پیغمبر اینه که قرآن میفرماید لتخرج الناس. هیچ تشبیهی بهتر و واضحتر از این که علم، به خصوص علم خداشناسی، به نور تشبیه بشه و ضلالت و گمراهی با ظلمت، بهتر از این تشبیهی نیست. انسانی که خداشناس شده، خداوند را از راه اسماء الحسنا شناخته، میدونه که انسان جاهل در ظلمت هاست، سرگردانه، بدون هیچ سببی ناراحته، منفعل میشه، بدون سببی راضی میشه، بدون سببی عصبانی میشه، بدون سببی
روابطشو با مردم خراب میکنه. چرا؟ چون جاهله. وقتی که اهل هدایت باشید، وقتی خدا رو شناخته باشید، اهل بصیرتید. خداوند بهت بصیرت میده، دلتو روشن میکنه. فقط با چشم سر نمیبینید، با چشم دل میبینید. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. من و پیروانم. چه نوری بهتر از این؟ ولذا خداوند عزوجل میفرماد که در سوره بقره جزئی از آیه 219 و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کسی که حکمت داده شده باشه، یعنی خداوند بهش حکمت داده باشه، خیر بزرگی بهش رسیده. در آثار اومده ما استرزل الله عبدا الا حضر عليه العلم والادب. خداوند انسانی رو حقیر نکرده، ذلیل نکرده، مگر که علم و ادب رو ازش گرفته. اینا که به اصحاب پیغمبر پوش میدن ادب دارن، اینا شیعه هستن. ولذا یکی از بزرگترین و با ارزشترین نعمت ها در دنیا اینه که خداوند معرفت خودش را، توحید خودش را نصیبت کنه. وقتی خدا را شناختید، ادب با خداوند و با خلق خداوند را داشته باشید. ولذا در سنن ترمذی علیه الرحمه از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایته که اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگه کسی اومد پیش شما برای نامزدی، برای ازدواج، از دینش و از اخلاقش راضی شدید، هر دوشون، دین کافی نیست اینجا، چه باسه انسانی متدین باشه، بد اخلاق باشه. ولذا لا دین الا من لا خلق له. کسی که اخلاق نداشته باشه دین نداره. از دینش راضی بودید، یعنی موحد بود، یعنی خداپرست بود، یعنی تابع کتاب سنت بود. این معنای دینه، یعنی خوش عقیده باشه و اخلاقش. اون موقع چون شخصی رو قبول کنید برای ازدواج. و گرانترین شخصیت، بهترین شخصیت در زندگی، شخصیت انسان خداشناس و موحده. چون خدا رو شناخته، نفسشو اصلاح کرده، عقلشو باز کرده، حسشو بیدار کرده، احساساتشو تابع شرع کرده. چیزی میبینه که مردم نمیبینن، چیزی میشنوه که مردم نمیشنون. داوری و احتکامش همیشه با ارزش‌های عالی دینی است. انسان با ارزشی است. ارزش‌هاشو به خاطر دنیا زیر پا نمیگذاره. صفات مسلمان درست اینه، صفات مؤمن و موحد اینه. چون این مؤمنی شخصیت گرانبهایی است. چون این مؤمنی، چون این موحدی یک لقب علمیه. ما اتخذ الله، در آثار اومده که ما اتخذ الله ولیا جاهلا لو اتخذه لعلمه. خداوند دوست جاهل نمیگیره، اگه بگیره اونو علم یاد میده. در سنن دارمی علیه الرحمه آمده که کفا بالمرء علما ان یخشى الله. برای انسان بهترین علم اینه که خدا ترس باشه. نهایت علم توحید است و نهایت عمل تقوا. ولذا لقب مؤمن موحد یک لقب بسیار بزرگیه، برای که موحد خداشناسه، سعادتش با خدا بودنه، به عدالتش اطمینان داره، به قضا و قدرش راضیه، تسلیم تقدیرشه، تصدیق کننده وعده هاشه، از وعیدش میترسه. ام حسب الذين اشتروا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. همچنان در سوره مبارکه جاسیه جزئی از آیه شریفه 21
آیا کسانی که گرفتار بدیها شدن، بدترین بدیها شرکه، بدترین بدیها قبر پرستیه، همین فرهنگی که الان فرهنگ شرک و بت پرستی و امام پرستی که الان دمار از روزگار ایرانیان در آورده. مردم فکر میکنند که این اسلامه و دروگویان سنی و شیعه میگن که وحدت اسلامیه. ام حسب الذین اشتروا السیئات، آیا کسانی که اعمال بد انجام میدن فکر میکنند که ما اونها را ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها را مثل کسانی قرار بدیم که ایمان بیارند و عمل نیک انجام بدن؟ چه سیئی بالاتر از شرک، از ظلم، از رشوه، از حکومت ولایت فقیه، از ولایت مطلقه تراشیدن که صفات خداونده به تیمور و زمان دادن، یک روزخان اربعتکش چین صفتی رو دادن، یا به خمینی دجال چین صفتی رو دادن؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کما متعناه متاع الحیات الدنیا، آیا کسی را که ما وعده نیک داده ایم و اون وعده را خواهد دید، یعنی بهشت، مثل کسی است که ما دنیا بهش داده ایم، حکومت بهش داده ایم؟ ولذا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ای پیامبر علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام، وظیفت اینه که مردم رو با این کتاب، با این نوری که از آسمان برات نازل کردم که این سخنان من خداونده، مردم را از ظلمت ها، از تاریکی ها، سرگردانی ها، از حیرت ها به سوی نور بیارید. ای بیننده ارجمند، آیا تو در نور هستی؟ حس میکنی که هر لحظه خداوند بات هست؟ اهل هدایتید؟ اشیاء رو که در گرد برت هست با نور خدا میبینید؟ ارزشهایی رو که در زندگی حاکمه ارزشهای الهیه، در مورد همسرت، در مورد کارت، در مورد دوستانت، در مورد همسایه‌هات، در مورد تندرستی، در مورد لباست، در مورد سخنت، در همه مواردت. دینی که همه امور فرا نگیره اون دین نیست. دینی که کامل نباشه اون دین نیست. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. بیننده ارجمند، اگر چنین هستی خوشا به حالت، اگر چنین نیستید سعی کن که چنین باشید و راهش همین برنامه‌های قرآنیه، برنامه‌های توحیدیه، برنامه‌های علمیه، علم قال الله و قال رسول، به دور از تعصب‌های مذهبی فرقه‌ای. کتاب خداوند جل جلاله و امن والوه در جلوی من شماست. الحمدلله. ببخشید، این کتاب من شما میخونیم که بسا حفظش کنیم، گوشش میدیم، به تفسیرش گوش میدیم و این همش نعمته. و هدایت شدگان این نعمت رو بهتر از دیگران درک میکنن. سفره خداوند همینه، مائده آسمانی خداوند همینه، خداوند مردم به سویش میخونه، کتابشه، آیاتشه، کلماتشه، کتابی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل را درش راهی نیست، نه جلو نه از پشت سر. این که امام کوران و کرانی که یه مشت گاوخر اونو درست کردن در لباس روحانیت، توهمی بیش نیست، دروغی بیش نیست، برای خر کردن مردم، برای سواری گرفتن. شیخ مدرسه گفت به حمارش هر که می شود خر البته که می شوند سوارش. خداوند میگه این کتابو باطل رو درش راهی نیست. خمینی پلید میگه جز امام کسی نمیفهمدش. خباثت و ضلالت بیشتر از این؟ کتاب انزلناه الیک
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هدایت ارزش بزرگی است، لیکن یه قیمت داره، یه بها داره. بهاش طاعت خداونده. برای که انسان اگه خدا اجازه بهش نده، خدا نخواد، هدایت نمیشه. این خواست خداوند، این اذن خداوند یه قانون داره، یه قاعده داره. قانونش اینه که اگر قیمتو پرداخت کردید جایزه‌شو میگیرید. هدایت قیمتش پیروی فقط از خداونده. با پیروی خداوند کسی دیگه شریک قرار ندید. قیمتش اینه که متقی باشید، خدا ترس باشید. خداوند نصیب ما شما فرماید. از انس رضی الله تعالی عنه امام السیوطی علیه الرحمه در جامع الصغیر نقل میکنه که رکعتان من ورع خیر من 1000 رکعت من مخلط. 2 رکعت با خدا ترسی، 2 رکعت نماز با خدا ترسی بهتر از 1000 رکعته که آدم قاطی پاتی کنه، مثل خروس سرشو بزنه به زمین رو برداره. بهاش اینه که انسان با نفس خودش، با هوا خودش مجاهده کنه. جاهد تو شاهد. با خودت جهاد کن، خداوند نصیب ما و شما فرماید. اون موقع نعمتهای خدا رو میبینید. بهای هدایت در اختیار همه قرار داده شده. هر کی قیمتشو بده جایزه‌شو میگیره. فضل خداوند واسعه. یختص برحمته من یشاء. هر کسی رو که بخواد رحمت شاملش میشه. هر بنده ای که بخواد. این یشاء میتونه فاعلش بندگان باشن. یختص برحمته من یشاء. هر بنده ای که بخواد خداوند رحمتشو براش میفرسته، به شرطی که بهاشو بده. والله ذو الفضل العظیم. خداوند دارای فضل بزرگی است. لیکن خداوند به کی اجازه میده؟ به انسان صادق، نه دروغگو، نه کسی که دینش نه دهمش تقیه، نه منافق، نه ریاکار، نه فاسق، نه فاجر. اینا همشون کسانی که خداوند بهشون اذن هدایت نمیده. اگه همه دنیا کتاب بخونن، اگه هر کتابی هست حفظش کنن، سواد یک چیزه و هدایت چیز دیگر. همچون که سرور ما جعفر ابن محمد صادق رضی الله تعالی عنهما میفرماید که الایمان ما وقر فی الصدر و صدقه العمل. ایمان چیزی است که در سینه قرار بگیره و عمل تصدیقش کنه. اما علم، سواد در مغز میمونه و چه بسا که به صاحبش زبان درازی بده، لیکن بعد از مرگ هیچ ارزش نداره. اما ایمان، هدایت، خداشناسی در هر سلولی از سلولهای جسم سرایت میکنه. وقتی قلبت هدایت شده باشه، اعضات و جوارحت مطیع خداوند میشه. ای خدایا، هرچه فکر داشته باشید در راستای رضای خداونده. پریشان میشه که آیا خدا از من راضیه یا نه. همه رغبت و اهتمامت در قرب خداوند، برای اینه که به قرب خداوند برسید. هدایت یک سعادت، یک رؤیت، یک دید، انضباط، یک بزرگی است، یک اخلاق، خوشبینی، امن، ایمان، شعور به امنیت، احساس امنیت. فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. کدومی که از این دو گروه، اهل هدایت، اهل ضلالت، اهل توحید، اهل شرک،
اهل رسالات یا اهل امامات، اهل سنت یا اهل بدعات، اهل قرآن یا اهل رساله ها. فأي الفريقين احق بالامن ان کنتم مؤمنین؟ کدومی که از این دو گروه به امن و امنیت و آرامش سزاوارترند اگه شما میدونید؟ خودش جواب میده الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اونایی که ایمان آوردن و ایمانشون رو به ظلم قاطی نکردن. بالاترین ظلم شرکه، امام تراشیه، امام پرستیه، قبر پرستیه. همه این ظلمی که شما در ایران و در عراق و در سوریه میبینید، در لبنان و در یمن میبینید، نتیجه این ظلم بزرگ که شرک باشه، رافضیگری باشه، امام تراشی باشه، جنگ با خدا باشه. همین ظلم، این تکرار ظلم خدا کردن عیسی در کاتولیک بود و هست. و همون بلایی که در کاتولیک ها سر اروپا آوردن، همین در ایران به وسیله شاگردانشون تکرار میشه. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، هایی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن. چون این کسانی که توحید رو با شرک قاطی نکردن، رسالت رو با امامت قاطی نکردن، خداپرستی رو با قبر پرستی قاطی نکردن، سنت رو با بدعت قاطی نکردن، اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینها براشون آرامش هست، امنیت هست و اینها اهل هدایتند. فرق بین سلامت و امنیت در کجاست؟ سلامتی، تندرستی اینه که شما مصیبتی گرفتار نشید، لیکن امنیت و آرامش بالاتر از سلامتی است. اینه که اصلا هیچ توقع هیچ مصیبتی رو نداشته باشید، در آرامش باشید. انسان وقتی از فقر بترسه در فقره، از مرض بترسه در مرضه، توقع مصیبتی داشته باشه در مصیبته. این کتاب خداوند در جلوی من شماست، منهج من شماست، دین من شماست، قانون من شماست. اخبار پیشینیان درش هست، اخبار بعدی ها درش هست. حبل الله المتین این کتابه، نه اهل بیت، نه پیر و پاتاله، نه غوث و قطب و قلندره. این کتاب حبل الله المتینه. پیامبر مردم به سوی این کتاب میخوند. درش نظام زندگی هست، درش روابط اجتماعی هست، درش روش زندگی هست. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. انشاءالله که بقیه مطلب رو در جلسه دیگه ادامه خواهیم داد.